تخفیف مقدار گذاشتن؟ چی به نظر؟ چی هست نمیدونم. اینم نوبت آدم طول میکشه. اینجا داشتم برمیشن کشم. تو خونه تبدیل کسی که انگیزه داشته باشه تو خونه. ببین خیار رو بعد داریم که صفحه هست. آره یعنی نخورم بش اونجا باشه تو هم کردی من ضعیف بوده وای اونا اینجا چه داخل نه میشی تو نزن حواست باشه برقص هر کی نرقصه نه بچه سوتی بدم کار هیت میخوای میارم من بامت نکنم داداش ببخشید یا نمیخوای ببینی؟ خب بخرم آقا حرکت کن بچه‌ها خوش اومدید به چنل بهار ترپ. امروز اومدیم نازی آباد تهران. امروز 29 اسفند قبل از فردا فکر کنم سال نو میشه دیگه. قبل از سال نو اومدیم. بازار خیلی شلوغه. اومدیم ببینیم چه خبره. نازی آباد که میگن همینجاست. نازی آبادی که بیا اینجا حتما شماره میگیریم. بریم ببینیم چه خبره توش. حالا ما به شماره دخترش کاری نداریم. ما اومدیم بازار رو بهتون نشون بدیم. شوخی فقط داشتم میکردم باهاتون. Let's about. شاهین رو نه دیگه ستار شدیم من یه ساعت دنبال کنیم البته که نگاه شایم در مثل تو خیلی پیدا میشه کلی همسن خودت خیلی خودت یه دونه جا کنم بریم
امشب که تو پیش منی تو خواب رویای اون ایران تراول زده بودم، اون پریز پولی نشد. ایران تراول زده بودم، ایران تراول اون پرید نشد پولی، چون مونتاژ شدنش با یه موزیک کپی رایت شده بود، به خاطر دوباره از صفر چه گوله‌ای پسر. گوشی تو نزن ها، حواست باشه. خانم بر نداشتم کارمون در اومد. نده اون رنگی نده. برقص هر کی نرقصه. خب من گفتم زایه نشی. بیا خانم خریدم 110 به خدا خریدم 5. من میگم مفت. منو بگیر. حرکت کنید. یعنی نمیخوای بری ببینی؟ خب بخرم آقا حرکت کن. دیدی؟ اون چیزی که من دیدم تو هم دیدی؟ گفتم صدامو بهاری ویدیوات نه بچه سوتی بدم. کار هیت میخوای میارم من. شما آرم فروشگاه بیرکرم دوست داشتین یه نگاه بندازید کاراتونو بفرمایید. ساری ببخشید یه دعوت پرسیتون یه جای دیگه کن. واو اینجاش بسته چیز پاساژ اونجا رو شب بریم ها. شش مثل خودم بنداز برو دیگه اونیم همه نخوردن. شاهین باید نکنم داداش ببخشید. پس چه شبه؟ لباسم بیشتر اونم هرچی خوشگله اومده این بر امشب خوشگله زدن
جانم سال زنده. آره. یه دختر من هرگاش کرد. نه او گی بوده ببین تو چی بودی دختره تو رنگوش کرد وای اونا اینجا چه داخل نه بگه خوش انداش میمن نکن ببخشید آقا غذا میدن چیه اینجا؟ چیه؟ تخفیف مخفیف گذاشتن؟ چیه به نظر؟ حتما چیز گذاشتن یه تخفیفی چیزی گذاشتن داریم که توی صفحه آخرشه عادت که اینا 80 میلیون جراب بدید ها بی‌قدرتی‌ها چهره من 25 میگیرم اینجا یه دونه اضافه صدت تو میبینیم قیافت چیه تو یه دنه دماغ مشکل داره اونم درست کنی حل تو باور کن بهار به من گفت شاهین لاغر کنه خیلی خوشگل میشه اونم حتی گفت تو یه انگیزه بگی داداش خدا میخوام برم باشگاه تصمیم میگیرم میبینی یو الان 4 روز تو خونه تمرین کسی که انگیزه داشته باشه تو خونه ببین خیار و گوجه بخر خب بذار تو خونه فقط اونا رو بخور شب و نهار فنار موز اینم نوبت آدم طول میکشه اینجا داشتم برمیشن که میشه چه جالب انگار سینما آمده باز زدید اینجا وایساد هوای منو داشته باشه آره یعنی نخورم بش
یکی چشش نخورد نداره باسن تو فدای من کن بیا برو برداشتی لباس تموم دنیا یک طرف مدلی مغازه لوکسی نخور به دوربین $4 اوه دلاری کی؟ جلوش تو هم کردی من ضعیف What's going on here? دیگه الان آزادم میتونم هر چی بگم میخوام بگم نه نمیتونم الان هم نمیتونم نگاه کن لذت خانم خلوتش کنید حال کردی؟ یه سیاست نشون دادم همه ترسید مرد منه درمونه درد منه بابا عاشق شدم یکی بگم چی دیدم آره خدا وکیل این خشونت علیه مردانه اینجا نگاه چه مغازه لوکسی یه نگاه کنید